برادرای عزیز گرامی، مدت چند وقتی که ما نبودیم انشالله فقط از برای پیشرفتی، برای آزادی این مردم ملت تاجیک، برای بی‌خطری مردم تاجیکستان، بی‌خطری شخصانی که اطراف ما بودند، به این خاطر صحبت ها انجام نمیدادیم و انشالله که هر روز ساعت 8:30 با وقت مسکو امکانیت صحبت کردن با تمام شما داریم و انشالله که تمام نقشه هایی که من بعد پیگیری میکنیم اینا گپ میزنیم و ما در همون سرحد بگیم که برادرها رسیدگی هستیم، در مرز رسیدگی هستیم که مرز انقلاب است، مرزی است که انشالله هر یکی ما و شما آرزو داشتیم و بعضی کمبودات بود، خطاگی‌ها بود، انشالله که همه اینها فهمیدیم و بسیار نقشه های حکومت هم گرفتیم و مطابق اون یک نقشه دیگر هم بررسی کردیم، مطابق همین حرکت ها را انجام میدیم و بگیم که همون شاخه ها و جای هایی که حکومت زیادتر تکیه میکرد انشالله که پایه هاش هم کاواک کردگی هستیم و در وقت های نزدیک در مدت کوتاه‌ترین ما میتونیم که با همین نقشه های خودمان وارد شویم و برادرایی که در تاجیکستان جابجا شده اند، برادرایی که امروز کوشش کرده ایستادند که تا یک دوره معین خاموشی خودشان ادامه بدن، انشالله که در اون وقت ساعتی رسیدگی همه یک جویه سر بالا میکنند. مرحمت برادرای عزیز، فکر میکنیم که سوال جواب زیادتر کنیم. در رفت سوال جواب بسیار مسائلی که مشکلات و چیزی که در بین ما و شما جای دارد پیدا می شود و انشالله در همین باره صحبت کرده رفتن میگیریم. برادرها مرحمت برادرها، یک سوال بتین انشالله یک جواب میگردونیم و مطابق همین مدت 1 ساعت سوال جواب انجام میدیم. مرحمت برادرها، سوال بتین. ادمی کانال بکشو التماس بچه‌ها گپ زنن و سوال بتین. از ادمین خواهش میکنیم که اگر کانال بسته باشه کانال آزاد کنین. انشالله بچه‌ها اگر سوالی داشته باشد در سوال جواب بسیار مسائل را بررسی میشن، بسیار مسائل هم رو میزنن، انشالله مطابق همین صحبت میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوست عزیز شرف الدین، یک چیز پرسانی میخواستم بپرسم از شما. خب در همین انتخابات هایی که منظور از انتخابات پرزیدنتی و پارلمانتی هست، همین انتخاباتی هایی که پیشنهاد کرده شدیان و گذاشتند هنگامی که به مردم یگام فایده ندارد و مردم از این انتخابات ها یگام امید و آرزو هم ندارند، این چی نغمه باشد که با مردم اینقدر بازی میکنن و این حکومت از این مردم با چی درخواست های داشته باشد که چی فایده های می آورده باشد که مردم هر نمود حیله و نیرنگ قطعی توب میتیان. من میخواستم بفهمم که این انتخابات برای حکومت چی منفیت های می آورده باشد، چون که حال مردم پروایی نه انتخابات دارد و نه پارلمانتش دارد و نه یگم حزب هاشون دارد و یگم تش پروا ندارد. همین روزه نانش بیاد بخورد تمام به امید یگم تش نیستن مردم در حال. حضرت در ایشور جانم کانال هم مخنم کردگی میگی کانال هایی که صحبت کنیم برادر. میبخش برادر. سلام علیکم برادرو. همین اخباراتی که به طریق رادیو و گازیته هم پخش میشود تو چه اندازه حق دارد در شأن شما برادرو؟ رحمت کلام به جوابتون. سلام علیکم برادران اهل اسلام. در حق ما دعا میکنم که ما این نصیب باشه تاجیکستان سفر داریم ان شاء الله میریم ای گروه 24 ان شاء الله میریم. در حق ما دعا میکنین. التماس در حق ما دعا میکنین ان شاء الله دعا میکنین. سلام برابر خبر برا. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اکرم مدیراتور، ما یک خواهش دارم. مثال ما این اوضاع نمیشناسم، من سیاستمدارای تاجیکستان هم مثال بگیم شو التماس همه کسی که برو اومد مثال خودش معرفی کنه همه سیاستمدارا مثال در برادرای عزیز از شما خواهش میکنیم که اگر همدیگر را احترام کنیم. یک برادر ما سوال داد، سوال برادر را جواب بگردونیم و
من بعد سوال دوم داده شود مطابق سوال دوم انشالله هر یکی ما و شما بتونیم با هم دیگر یک صحبت آزاد داشته باشیم. چون سوالا یک جواب میخوان، شاید با برادرایی که سوال دادن جواب نمیگیرن، اونا شاید خفه شوند. بیشتر برادری ما در مسئله انتخابات پارلمانی حرف زدن. طبق معلومات مهاجرت مهنتی فدراسیون روسیه الان در حدود روسیه رسما 1 میلیون شهروند تاجیکستان قرار دارند. رسما امروز در فدراسیون روسیه 1 میلیون شهروند تاجیکستان حضور دارند. زیاده از 600,000 شهروند دیگر ما در فدراسیون روسیه دو شهروندی داریم. یعنی وقتی که شهروندای تاجیکستان وارد روسیه میشوند هیچ وقت با پاسپورت های تاجیکی خود وارد روسیه نمیشوند، به خاطر اونا دو شهروندی دارند. یعنی که حاضی فعلا در حدود روسیه 1,600,000 آدم رسمی در جمهوری تاجیکستان قرار دارند. اگر که 200,000 دیگر این غیر قانونی 1,800,000 او تمامی انتخاب کنندگان شاید حدود 3,600,000 باشند. 3,600,000 باشند یا اینا 4 میلیون باشند. گرچند که 4 میلیون اینا میگن، ما با او 4 میلیون اینا باور نداریم، چون که بسیار شخصانی که وفات کردن تا هنوز از قید وفات برآورده شدگی نیستند. یک مسئله خودش مهم همین است. وقتی قانون انتخابات طلب میکنه که زیاده از 50% مردم تاجیکستان وقتی در انتخابات اشتراک نمیکنند، الکی انتخابات چی است؟ برگزار نشده است. در تاجیکستان هر یکی ما و شما میدونیم که قریب تمامی مردم تاجیکستان در این معرکه اشتراک نمیکنند. یعنی که بسیار مردم خسته شدند. یعنی که با آواز دادن آنها خواهش‌های خودشان عملی کردن نمیشود. یک مرد به خاطر انتخابات باید یک روز خودش کور کند. اگر یک روز خودش یا 5 ساعت 10 ساعت خودش کور کند رود و آخر هم نتیجه چی باشد، به همین خاطر اینا الکی مردم تاجیکستان تجربه گذراندند. مردم تاجیکستان 24 سال است که این رحمانوف دروغ میگوید. رحمانوف از سال 1994 بچهای بابای سنگک با ما حرف میزنند. همون گروهی که در همین گروه ها بودن، در همین جبهه ها بودن که رحمانوف حمایت میکردن. سال 1994 چخیل بلیتونار امو چیزا کاغذها را چخیل میبردن میسوزاندن. به خاطری که هیچ کس، حتی مردم کلاب و بعد همین طرفا در خود رحمانوف آواز دادگی نبود. از همون سال مردم تا امروز در فریب انتخابات افتیدگی هستند و انتخابات یک واسطه چی است؟ یک واسطه هست که با این راه این حکومت غیر قانونی خودشان قانونی میگردانند. امروز میگن که یک گروه میخواهد که حکومت غیر قانونی صاحب شود. اینها چند سال است که حکومت غیر قانونی صاحب شدند؟ اینها چند سال است که غیر قانونی حکومت میکنند؟ مگر رحمانوف حق حکومت کردن از سال 2003 نداشت دیگر؟ آخران مهلت اینو در سال 2003 به انجام میرسید. اما ما و شما میدانید که این حکومت رحمانوف غیر قانونی است. مثلا انتخابات وقتی که در خود فدراسیون روسیه 3 участок انتخاباتی جایگیر کردگی است. 3 участок در مطابق قانون انتخابات هر یک участок انتخاباتی نمیتواند از زیاده از 3,000 شهروند قبول کند. یعنی که قدرت و توانی یک участок انتخاباتی نمیتواند که 3,000 شهروند زیاده از 3,000 شهروند در یک روز قناعتمند کند. یعنی که برای خودی در فدراسیون روسیه اگر زور شهروندای تاجیکستان امکان پیدا کنند 10,000 شهروند پیدا میکنند، ولی تمامی شهروندای تاجیکستان نمیتوانند وارد انتخابات شوند و برای انتخابات شفاف رسیدن هم هیچ امکانیت ندارند.
یک انسانی که شب و روز مهنت میکند، زحمت میکند، برای جمعیت عرق جبین میریزاند، تمام زندگی جوانی خود، سلامتی خود از دست میدن و آخر در او حق چی نمیدن؟ حق انتخابات داده نمیشود. به این خاطر دیگر مهمیت چه در تاجیکستان انتخابات گم میکنند. مهمیت فقط به خاطر یک اولاد است. همین اولاد هر کسی که در پارلمان وارد کند وارد میکنند. عاقبت پارلمان چی میشود؟ 50,000 100,000 400,000 بودجه میلیونی دولت به این فایده این یا آن شرکت بخشش میکنند، اندازه این شرکت یا آن شرکت بخشش میکنند. به خاطر این است، به خاطر قانونی گرداندن اون حکومت است، به خاطر در سر زیاد قدرت ماندن این حکومت است. مگر ما شما نمیدانیم که تمام شاخه های حاکمیت اجراییه و قانونگذار سوری همه یک به خاطر یک عائله کار میکنند. یک حزب نهضت اسلامی تاجیکستان امروز در تاجیکستان موقع مهم دارد. همه ما شما میدانیم، از خود تا کلان همه میدانند، ولی امروز تمامی هم مولاش هم معلمش تمامی هر ساختاری که در این حکومت کار میکنه در مقابل این برابر کردن. تلویزیون های دولتی شب و روز در مقابل یک حزب برخیستن. دیگر چرا 4-5 حزب دیگر داریم در اونا هیچ مشکلی نیست؟ چرا اونا را تنقید نمیکنن؟ چرا با اونا حرف نمیزنن؟ به خاطر اونا همش دست پرور رحمانوف است. این 5-6 حزب در جامعه جهانی میگه که در تاجیکستان ما دموکراسی. سلام علیکم برادر، یک سوال دارم. چی باید کرد که ما فیروزی را به دست بیاریم؟ ما باید چی باید کردیم؟ سلام علیکم برادرو. هم با جاگو معلومات است برادرو. برادرو بخشی باشه، من سوال برادر در مسئله انتخابات و پررگی جواب میگردانم. ان شاءالله بعد در سوال دیگه شروع میکنیم. وقتی که در جمعیت حزب‌ها وجود دارند، مگر حزب اسلامی تاجیکستان یا از شهروندان دیگر کشور اومدن یا فرزندی این کشور نیستن، یا یک حزب به خاطر موقعیتش گرفتن شهروندیش از دولت گم میکنن، یعنی که یک حزب مخالف هم همچون یک دشمن اعلام کردن اینا. یعنی که مخالف دولت دشمن است، دشمنی مردم است. کجا دشمنی مردم است؟ و این موقع سیاسی دارد. من با موقع سیاسی یک نفر رضا شده نمیتوانم، میبرم در مقابلش میگم که شما این فلان به مدان کمبودات دارین. مگر کمبودی اون حکومت این مالی کی است؟ مالی مردم است. وقتی که از جمعیت یک نفر سر بالا میکند، بالای اون 1000 تهمت هم میبرند و تجارت چه میگیرن، خانه چه میگیرن، بالای اون 100 ظلم ستم به انجام میآورند. کیا موده است که پای به این سیاست ماند؟ کیا موده است که از حق خود دفاع کند؟ مگر انتخابات یک از دفاع کردن از حق خودی مردم است. مردم باید از حق خود دفاع کنند. مردم باید سر بالا کنند. مردم باید موقعیت سیاسی خود هم در داخل هم در خارج کشور معین کنند. نه اینکه یک عائله باید بالای سر خاندان ما بیاید و در زندگی ما دست ماند، در ناموس ما دست ماند، در دین اعتقادی ما، در حقوق فطری ما دست ماند. و همین خاطر در تاجیکستان انتخابات هم موقعیت گم کرد، هم باوری مردم به انتخابات نیست. وقتی که مردم با حکومت باور ندارد، مردم الکی بسیاری مردم تاجیکستان تا درجه ای که با آنها صحبت میکنی حتی عادی ترین حق و حقوق خود نمیدانند. این نتیجه است که با هر راه و واسطه مردم تا اینجا آوردن رساندن و مردم دیگر تحلیل کردن نمیتواند. حتی نه بودجه کشور رو میدونند، نه پارلمان رو، نه قانونگذار، هیچ چیز رو نمیدونند. وقتی که مردم هیچ چیز رو نمیدونند، بالا این مردم سوار شدن آسان است. مردم خر کردن در بالا این اولاد، در بالا این مردم سوار شدن و بازم مینت میگذارند بالا این مردم. مردم باید شکرانه اینا کنند. اینا کی هستند؟ وقتی که در تاجیکستان حزب‌ها پیدا میشوند، رقابت‌های سالم پیدا میشود، یعنی که پیشرفت میشود، یعنی که هر یک نفر میآید میگه رحمانوف این خیلی کار میکنم، من از رحمانوف بهتر کار میکنم. من اگر رحمانوف در 10 سال راغونه نساخت، من در 5 سال میسازم برای شما.
من در 4 سال میسازم، این برنامه من است، این است، فلان است، بیمدان است. مگر تلویزیون تاجیکستان تنها به خاطر خاندان رحمانوف است؟ مگر تلویزیون های تاجیکستان از کیسه ما و شما پرداخت نمی شود؟ مگر این پولی که در ما معاشی که این ژورنالیستان خبرنگاران میگیرن از کیسه من و شما نیستن؟ اینا از کیسه من و شما هست. وقتی که این همه پول از کیسه من و شما و به خاطر تبلیغ یک عائله روان کرده می شود، اونجاست که جمعیت از بین می رود. اونجاست که موقعیت دیگر انتخابات اهمیت برای مردم نمی ماند. اونجاست که مردم یک ایده بالا می رود، یک ایده در فرش می رسد، تمام مردم در فرش می رسند، یک ایده در عرش می رسد. آیا اون نفرانی که امروز در کرسی نشستن حق مردم را دزدی میکنند؟ حتی یک معلم دست به حق دزدی مردم میزنند. یک معلم از سفربر میکنه که بالا این هیچ شکر که یک عمل انجام بده. یک در بین 4 تا دانشجو در دانشگاه نشسته، بالا این هیچ شکر که تنقید دیگر سیاه‌کنی را تبلیغات را پیش ببرد. وقتی که همه مردم در یک مقابل یک حزب قرار میتن، کجا این دولت باید پیش برود؟ مگر مردم همه دیدن؟ مردم مگر کور بودن؟ مردم مگر این دزدی و غارتگری این رحمانوف ندیدن؟ مگر مردم تاجیکستان ندیدن که بالای خانواده عبداللهیفا چی صورت گرفت؟ یک زنی بیچاره را هم بازارش گرفتن، هم شوهرش را بردن تهمت کردن، پشت پنجره کردن. مگر ما شما ندیدیم اینا؟ اگر چشمان ما کور بود اینا ندیدیم؟ همه ما و شما دیدیم. تمام مردم صدها جنایت های اینا را دیدن. آیا مردم شهری توس با این حالت روبرو نگشتن؟ آیا مردم شهری توس شاهدی این حادثه نگشتن؟ شاهدی گشتن. همه مردم با چشم خود دیدن. 10 ها و 100 ها تجاوزهای این خانواده را مردم با چشمان خود دیدن. و بالای این هم خاموشی دیگر هیچ برای ما نموده است. برای هر یک ما و شما، برای هر یک انسانی که شرف میگه که من انسان هستم و شرف دارم، ناموس دارم، امروز سر بالا کردن، پیش رفتن در مقابل این ابله‌ها فرض است. برادر عزیز، در مقابل این اولاد، در مقابل این خانواده فرض است. برای همین برادر عزیز، انتخاباتی که امروز این سال میگذرد 1 مارس در نظر داشته شده است، این انتخابات تنها به خاطر قانونگردانی این نه به منافع مردم تاجیکستان است، نه این یک تغییر دهنده سیاست کشور است. وقتی که رئیس جمهور میبراید تاجیکستان این سال زیاده از 25-30% اقتصاد خود گم میکنه. یعنی در همین سال به خاطری که تمام مهاجران امکانیت اون شرایطی پیشتر ندارند، به خاطر قرب روسیه، پول روسیه از بین رفته است. وقتی که پول روسیه از بین قربش می رود، حتما واردات وقتی که شما پیشتر $500 روان میکرده، شما مجبور دیگر 200 یا $300 روان کنید. این قریب 40-50% به بودجه تاجیکستان ضرر جدی میآورد. ولی که رئیس جمهور وقتی که میبراید از مشکلات واقعی در جمعیت گپ نمیزنه که چی مشکلات این بسای ما میآید، چی باید پیشگیری کرد. به خاطر تمام آمارها، تمام معلومات ها، همه دروغ است. پارلمان نیست، وجود ندارد. اگر پارلمان میشین هر یک حرفی پرزیدنت چی پرسان میکرد. نماینده خلق 6 دست در پارلمان از کیسه مردم پول گرفته ایستاده است. در کیسه گر نشسته است. این مردک در مهاجرت در تگ برف کار کرده ایستاده است. از کیسه این مهاجر پول گرفته ایستاده است. ولی که حق این دپوته که در این پارلمان نشسته است از حق این مهاجر دفاع نمیکند. آیا در تاجیکستان زیاده از 3000 شهروند به هلاکت میرسد؟ کجاست این پارلمان که باید این بخیزت این مسئله را بررسی کند؟
آیا وزارت کارهای خارجه ما بار یگام نوتای اعتراضی به روسیه روان کرد؟ آیا سفارت تاجیکستان یگام نوت به وزارت کارهای خارجه فدراسیون روسیه روان کرده؟ تا امروزه هیچ کار نکردن. فقط خاکشپی و خاکمالی است. این پارلمان چی کار باید کند؟ وقتی که خودی وزیر کارهای خارجه اگر در دل حالت چون اینجا صورت بالای شهروندان صورت میگیرد، حتما وزیر کارهای خارجه را پارلمان نخواهد. میگه در خارج کشور در روسیه اینقدر شهروند به هلاکت میرسد، چرا سوالش در چی است؟ چرا پس سفارتکار نمیکنند؟ از این پرسان میکنند دپوتات ها. وقتی که خودی وزیر کارهای خارجه دستنگری رحمانوف است، وقتی که تا افسر عسکر همش دستنگری رحمانوف است که رحمانوف چی بگوید که اون ما اجرا کنه به منفعت این خانواده، دیگر منفعت مردم یک طرف میماند. مردم داهش دیگر طرف است، رحمانوف بقیت یک اولاد 4 تا دوست پدر لعنتی دیگر یک طرف است. موقعیت پارلمان دیگر در تاجیکستان نماند. شاخه قانونگذار در تاجیکستان دیگر به یک شاخه فاحشه‌خانه تبدیل یافت. این یک شاخه حاکمیت است. یک شاخه حاکمیت در دست یک اولاد بدبخت غلطی. چی سودش چی و دیگر حاکمیت اجرایش. به همین خاطر برادران عزیز، اگر امیدی بر تغییرات در انتخابات دارید، از این امیداتون دست شوید. فقط آماده شوید در مقابل این مبارزه مستحکم، مبارزه ارادی قوی، روح شکسته نشوید هیچگاه. این اولاد، این خانواده اگر که هر قدری که بالای ما و شما زور بزنن، همون قدر ما و شما قوت میگیریم. همون برادری ما هم باشد اگر 1 ماه یا 2 ماه پشت پنجره هم میروند، به امر الله اینا آزاد میشوند. اینا همه امتحانند بالای ما و شما. اینا همه برای ما و شما امتحانند. اگر بالای ما پرونده فلان و بیسمدان گفتین آغاز کردیم، بالای دیگران چی گفته آغاز کردیم؟ مگر مردم برای موقعیت سیاسی گرفتنش اکستریمیست میشود؟ وقتی که خود همه شاخه‌های حاکمیت در دست یک عائله است، دیگر هیچ حرفی برای گپ زدن نمیماند. همه اینا مردم ما و شما میدونیم. به همین خاطر انتخاباتی که امروز میگذرد، فقط ما و شما کوشش به خرج بدیم که در مسئله انتخابات زیادتر حرف بزنیم، زیادتر گپ زنیم که این انتخابات یک انتخابات نیست، یک انتخابات دزدی میشود، یک غارتگری میشود. الکی 1 میلیون زیاده از 1.5 میلیون شهروند تاجیکستان اشتراک ندارد در انتخابات. اگر 500,000 دیگر در تاجیکستان انتخابات در اشتراک نکردند و انتخابات برگزار نشده میشود. ولی که اینا با در نتیجه میبرند، میگه که 89% مردم تاجیکستان در انتخابات اشتراک کرد، 87%ش در کی آواز دادن؟ در حزب دزدها، در حزب رحمانوف آواز دادن، حزب خلقی دموکراتی. این یک حزب دزدها است، این یک حزب غارتگرا است، این یک حزب تجاوزگرا است. این یک 5 تا حزب دیگر هم هست. اینا حزبای چی هستن؟ اونا حزبای کیسگی هستن. اونا یک فاحشه هستن که سرسپرده رحمانوف هستن. اونا حزب هستن. اونا فقط به خاطر در جامعه جهانی برآمد کردن در مقابل رحمانوف الटरनेटिव نشان دادن، چی میکنن؟ برآمد میکنن. و هیچ موقع ندارن. و موقع نه سیاسی دارن، نه اجتماعی دارن، نه هیچ چیز. جز از کیسه خودشان دیگر به فکر هیچ خلق ملت دولت هم نیستن. و همین خاطر برادرای عزیز، مسئله انتخابات مسئله است که همه ما و شما را به تشویش آوردگی است. این اگر انتخابات شفاف و دموکراتی میشد، امروز ما و شما در خارج کشور نبودیم. تاجیکستان هر قدر قدرتی داره که تمام شهروندای خودش چیکار کنند، از جای کار تامین کنند. همین قدر اقتصادش میرسه، ذخیره طبیعیش خیلی بای است. فقط ما باید که پلتفرم بسازیم. وقتی که پلتفرم حقوقی میسازیم، ما هم سرمایه گذار آمده سرمایه‌اش میگذارن، هم مردم تاجیکستان در دیل و در کارش دیلش گرم میزنن، هم مردم
دیگر دل میبندد به خواندن و به علم و ترقیات. وقتی که مردم از کودکی ناامید میسازند دیگر مردم هم امیدش از حکومت و دولت و غمخوری دور میشود. دیگر مهر محبت وطن هم دور میشود. وقتی که یک طفل از خوردی هیچ غمخوری دولت نمیبیند دیگر چی راه برای این دولت بکنه؟ این بسیار خطر دارد. شاید 5 ساله 10 ساله خطر نداشته باشد. 20 سال پس دیگه این خطرش خیلی بزرگ میشه. این حادثه را باید پیشگیری کنیم ما شما. مرحمت برادرای عزیز، دیگر سوال باشه ان شاء الله. سلام علیکم ака. درباره همون چیو معلوماتایی که در برای گازیت و مجله پخش میشن درباره همون یک روشنی میانداختید، مخصوصا درباره شما مثال هستن هم معلوماتو تو چه اندازه هم حقیقت دارن از نگاه شما؟ رحمت. برادر عزیز، همه ما و شما خوب میدونیم که دو نمود پخش کردن اخبارات ها است. یکی من فرض مثال یک اخبارات ها میارم که گویا که یک دفتری فعلا نامش یادم رفت، یک دفتری در انگلیا پخش کرده است که گویا که گروه 24 از جانب روس ها از دولت روسیه حمایت کرده می شود به مقابل رحمانوف به خاطر سرمایه های چین. این دروغ است. وقتی که خودی تاجیکستان وقتی که یک میبرد در یک سازمان پول میدهد میگوید که فلان اظهارات چاپ کن، برای خودی تاجیکستان حق مستقیم چاپ کردن این گپ ندارد. باید که روسیه را در مقابل گروه 24 بشوراند. این تحلیل از کجا میارد؟ این تحلیل از خودی میبرد در انگلیا چاپ میکند. خودی حکومت تاجیکستان، خودی هم سپیسلوژبای تاجیکستان میبرد در حکومتی در انگلیا چاپش میکند و تمام رسانه‌هایی که تحت نظارت خودش هستند در اینا چی میکند؟ و یا سامانه‌های رسمی که مستقیما به مثل رادیو آزادی و آزادگان و دیگر وقتی که به اینها سفارش میده اینا هم تحت کنترل حکومت هستند. هر دروغی را در مقابل ما درست کرده رفتن میگیرد. اگر رحمانوف هر حرفی دارد، اگر حکومت رحمانوف اگر هر عیبی که برای مقابل ما اعلان میکند مستقیم تلماس کند. اگر که ما میگیم که رحمانوف دزد هست در مقابل این دلیل داریم. اگر رحمانوف که میگوید که ما دزد هستیم، ما اگر جنایتکار هستیم، ما جنایتی صادر کردیم، برای داخل در حکومت رحمانوف یک تا مردم پیدا میشود. وقتی که یک تا مرد باشد مرحمت برای در مقابل ما حرف زند، نه اینکه پشت 4 تا روزنامه‌نگار بیصد از با مثل همون موش‌های مرده‌واری از همون داخل الچش گپ زنند. مرحمت برای در مقابل مردم. اینها از مردم حمایت میکنه، پس برای در نزد مردم گپ زنید. چرا 4 تا روزنامه‌نگار با حرف 4 تا روزنامه‌نگار تمام مردم آگوم میزنند؟ اگر رحمانوف حرف دارد، من میگویم که امروز که رحمانوف پدر لعنت است، رحمانوف دزد است، رحمانوف پدر سگ است، در مقابلش دلیل دارم. در مقابلش میگویم که دامادش دزد است، دخترش دزد است، فرزندانش دزد است، وزیر و کبیر و چبیرانش دزد است، دلیل دارم در مقابلشون. این مرحبا اگر حکومت رحمانوف حرف دارد، صدا دارد، باید در مابین مردم اثبات کند که من جنایت صادر کردم. من میگم که اون جنایت صادر، اون دزد است. وقتی که من میگم دزد هست، من آمودم که برای با اونا صحبت کنم، با اولادش، با هر کسی که باشد، هر کسی که حکومت رحمانوف نمایندگی میکنه در نزد مردم. اگر حرف دارن، اگر حکومت اینا شفاف است، اگر آزاد است، اگر در این حکومت اینها اخبارات آزاد وجود دارد، مرحمت برایت. روزنامه‌نگارا از یک طرف میشینه، ما از یک طرف میشیم، هر سوال جوابی داشته باشه ما در سوال اونا آماده ایم جواب بگیم. ولی که امروز همه این تهمت و بهتان هایی که در مقابل ما میبافن و میزنن همش اساس ندارن. به خاطر بدنام کردن، سیاه کردن. مگر ما یکم نفر هستیم؟ ما اولین و آخرین نفر نیستیم. و هزار به مثل ما چی شدن؟ گرفتاری بدبختی این رژیم شدن. یعنی در چنگال این رژیم زدن. اینا اژدها هستند.
اینا اژدها هستند که دیگر برای اینها چشم اینا را اگر خاک سیر نکنند دیگر اینا را هیچ سیر نمیکنند. اینها گرسنه هستند. اینها با مثل همون و تارتنک ها هستند و مثل همون کزدوم ها هستند. اگر اینا چقدر بالا اینا پیش اینها نانمانی اینا سیر نمیکنند. اگر شما پیشتر یک تا اژدها داشتید برای این یک اژدها 10 نان میدادید. همینطور هست؟ برای یک اژدها 10 نان میدادید. امروز اژدها بچه بسازند. برای این اژدها بچه ها چی لازم است؟ و این 10 نان دیگر اینا قناعت نمیکنند. وقتی که اژدها بچه ها زیاد میشوند، وقتی که دزدها زیاد میشوند، هر یکی این چی طلب میکنند. هر یکی این شکم دارد. هر یکی این در خارج آرزوی یخت خریدن دارد. هر یکی این صاحب خانه‌های 6 میلیون و 7 میلیون شدن دارد. حکومت مردم را تباه کردند. مردم از بین بردند. آرزوی مردم را شکستند. امید مردم را شکستند. فقط به خاطر چی؟ خودخواهی، به خاطر کیسه خود، به خاطر جیب مردم را زدند. آخران هیچی نشد. اخیراً چیکار کردن؟ حتی یک آدمی که برای نان شبش زحمت میکشد که نان فرداش ندارد، همون نان شبی همونده دست درازی میکنن. کجا دیگر با اینها صحبت بکنیم ما و شما؟ همه ما و شما میدانیم که رحمانوف دزد است. مگر شما خودتان نمیگویید؟ مگر یک موسفید پرسان که بسیار دیپلماتیک خوب دارد. یک موسفید وقتی که پرسانش میکنی که رحمانوف ایواز شود میگوید رحمانوف وای ناو سیر کرده است. یعنی که یک تست تای گپی هم نگاه کنی میگوید یعنی که این خیلی دزدیده است، یعنی خیلی خورده است، این ناو دزد سیر کرده است. یک نفر دیگر میگوید این تو سیر میشود. این یعنی که همون چیزای کهنه است، همون فهمیشه و فلسفه های کهنه است. این 4 تا جوان هم گپی اون مسافر قبول میکنن، از پس کار خود میشن. نمیگن که امروز باید ما تلاش کنیم برای زندگی بهتر، امروز ما باید تلاش کنیم برای زندگی خوبتر. ما این حالت گرفتار هستیم، این حالت کشته میشویم، این حالت از بین میرویم. کوشش کنیم در چی؟ در یک زندگی بهتر. به همین خاطر امروز تمام اخبارات های تاجیکستان بگن که نوشته یک نفر است، نوشته 4 تا بی‌شرفی بی‌ناموس است که به خاطر 4 تا انگشت شده 4 دروغ هم در مقابل ما و شما گپ میزنن. مگر ما و شما اکستریمیست هستیم؟ مگر ما و شما از حق کنستیتوشنی خود چیز دیگری طلب کردیم؟ فقط خواستیم که حق کنستیتوشنی ما، حق حقوقی ما برقرار باشد. زندگی ما زندگی اجتماعی باشد. یک زندگی خوب داشته باشیم، نه اینکه زندگی غلامی داشته باشیم، نه اینکه غلامی روس و دیگر ملت ها باشیم. ما آرزو اینا نکردیم که ما به خاطر این زندگی نکردیم. امروز یک اولاد نمیدونم دیگر در خود تیاره و دیگر چیزا میخرن، ولی مردم آرزو یک زندگی بهتر برای خودش فراموش کرده است، کرده نمیتواند. برای همین تمام اخبارات هایی که وابسته امروز به ما میشود یا به گروه های جوانی که در اطراف ما و شما هستند میشود، همه دروغند. و اون اخبارات هایی که نسبت زید و سعید میشود، شهرت قدرت و دیگر، همه اینا یک بافته و ساخته و این حرفای به اساس این حکومت است. برادری عزیز تشکر زیاد. مرحمت. دیگر اگر سوال باشد. سلام علیکم برادر، یک سوال می‌کنم. اگر رفته و خداوند همین پیروزی را دست ما را بتیهد برادر، چی وعده داده می‌کنه؟ تاجیکستان ما چه خیل میشود برادر؟ تشکر زیاد برادر عزیز. برادر عزیز، ما گفته میتوانیم که در همین 5 سال زیاده از 50% شهروند تاجیکستانی که در خارج کشور زحمت میکشد همینا برگردانده میشد. بهترین فرزندایی که دانش دارند، ملکه دارند، فهمیش دارند، اینها سر قدرت میآیند و حق و حقوق عادی ترین مردم رعایت کرده میشود. برای مردم تاجیکستان مهیا کرده میشود و مردم تاجیکستان در خارج و در داخل در همه جا تحت حمایت و غمخواری حکومت قرار میگیرند. مردم صاحب پیدا میکنند، مردم عزت پیدا میکنند، مردم سربلند میشوند،
مردم غلام نمیشود دیگر. یک روس دید، یک میلیته روس دید دیگر نمیلرزد. این چی است؟ ما از خدا امید داریم. در این روزا ما و شما میرسیم. فقط حاضی اگر که ما هرچند که درباره پیشروی کشور صحبت کنیم و گوییم که این اقتصاد فلان بهمدان اقتصاد ما آورده میتوانیم، ولی که این حکومت، این اژدهایی که سر راه ما و شما نشسته است، این اگر از این جا نبرداره، به هیچ آرزو و هوسی که مردم و این تفلکان ما و شما میکند، به اینها نمیرسیم برادران. برای همین هر یکی ما و شما باید کمر بندیم، هر یکی ما و شما باید عمرعلی باشیم، هر یکی ما و شما باید برادر دادا جان باشیم، هر یکی ما و شما باید برای این ملت خدمتگار باشیم. اگر که هم خدمت میکنیم، این خدمت به هم دیگر است. امروز اگر که من از حقوق خود حمایت میکنم، این معنای آن ندارد که من از حقوق شما حمایت میکنم. امروز اگر شما حمایت میکنید از حقوق خود، اگر امروز شما از حقوق خود حمایت میکنید، این معنای آن دارد که شما از حقوق من حمایت کردید. شما از حقوق پدرتان حمایت کردید، از حقوق برادرتان، از حقوق فرزندتان، نبیره‌تان حمایت کردید. این معنای آن دارد. وقتی که هر یکی شما تنها به تنها حقوق شما پایمال میشود، تنها به تنها برادرتان در نفستان کشته میشود، در مقابل اون قاتل، در مقابل این بدبخت سوال به سر حرف نمیزنه، اونجا است که ظلم و ظالم اوج میگیرد. اونجا است که ظالم بالای ما و شما دستش دراز میشود. باید برادرای عزیز هر یکی دیگر غمخواری همدیگر باشیم، غمخواری خود باشیم. برای آینده خود، برای ملت خود چیکار کنیم؟ کوشش کنیم. نه اینکه به خاطر یک اولاد زحمت بکشیم و به خاطر یک اولاد مهنت کنیم و بازم بیایم از صبح تا شام کار کنیم و در خانه تاریک بشینیم. مگر زندگی ما برای این آفریده است؟ چرا یک اولادی که هیچ زحمت و مهنت نکرده است در بهترین خانه ها، در بهترین کازینو ها می روند، میلیون ها پول این ملت مصرف میکنند، باید آنها بشینند و کیف راحت کنند؟ مگر این ملت حقی زندگی کردن ندارد؟ مگر این ملت آرزو ندارد اینها در برابر این اولاد انسان نیستند؟ یا مگر یک اولاد در تاجیکستان انسان هستند و اینها همه غلامند، اینها همه بی‌حقند؟ مگر این حکومت از بابای شریف که پدرسگ رحمانوف باقی مانده است که ما باید شکرانه این پدرسگ رو کنیم؟ نه برادرها، این ابلهی که امروز آمده است 24 سال حق حقوق ما و شما را پایمال میکند و دستانش تا آرینجش در خون برادران ما و شما پر است، باید این را ریشه‌کن کنیم. دیگر راه نداریم. ما هر یکی ما و شما باید چی باشیم؟ راهی حق باشیم. هر یکی ما و شما در دل آرزویی در این راه برآمده نکنیم، محبتی در این راه برآمده نکنیم. مرحمت برادری عزیز، دیگر سوال باشه. اگر برادر یک سوال دیگر دارم. آدمانی که خیانت کردگان، برادرانی که خیانت کردگان بر آدمان مسلمان، بر دین مسلمان، بر آنها چی توصیه دادن میتونه برادر؟ میبخشید. سلامت باشید. سلام علیکم اکای شرفالدین. همی مثال تا 18 ساله را مسجد نمیمونن رفتن، بعد سبق دادن نمیمونن، مومن مسلمانی همی خیلی زکام برآوردن، گولکا کونی لیچ سری لیچ دخترها، بعد همی قانونا را عیبین نابود کردن میشوه که مردم مثال سبق بگیرن، مدرسه ها گوی شوند، تا 18 ساله را مسجد بروند، نماز بخونن، مثال همی روزه و نماز زیاد شوده، نماز خونی. رحمت. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر همین کوشش ما برای چیه؟ برای همین کارها، همین غلبه و همین قشپورت ما برای همین کارها آخه. سلام علیکم برادر اسلام. سلام علیکم بچه‌ها. همین سوال جواب سن التماس. همین مسئله زمین چی میشه؟ همین زمینی که خیتویو گرفتگی است. این همین مسئله را ببینید که همین Assalomu alaykum barodaro. Sharofdin gadoy baromad dora iltimos da havay savolotонати. برادر عزیز شرافدین با
برادرها از شما خواهش میکنیم که در همین رفت صحبت یک سوال بتین یک جواب انشالله سوالتون جواب بگردونیم انشالله بهتر میشه و به عزت نفسی همدیگر نمیرسیم. برادر ما سوال دادن که آیا بعد تغییر یافتن حکومت وضع حقوقی مردمی که تا 18 سن 18 رسیدن در کدام حالت آمده میرسه؟ برادر عزیز، حقوقی فطری است. وقتی که این حقوق حتی اینا حقوق فطری در داخل میشوند، حقوق فطری انسان دخل ناپذیر است. یعنی که این حقوق کسی مقررات معین و کردن نمیتواند. و امروز این حکومت رحمانوف در حقوق کنیستانی هر یکی ما و شما توف کردگی است، در ناموس دینی ما و شما توف کردگی است. یک مسیحی را امروز در کشورهای مسیحی برین شما هستین میبینید که در روز یکشنبه میشود وقتی که مسجد خود میروند با خود فرزندان خود را گرفته میبرند. یعنی که با خود این از خودسالی این فرهنگ و این دین و این هر چیزی که با خود دارند در فرزندان خود میآموزند. یعنی که از خودسالی میشه. یعنی که من حتی کودکای را دیدم که 5 ساله بودن وارد چی کردن شدن، وارد این کلیساها کردن، وارد این بیا کردن. به خاطر چی؟ به خاطر از خودسالی به این کودک تربیت درستی که خودشان گرفتن تا امروز که فکر میکنن عقیده دینی اونها است، ما دخالت نداریم به عقیده دینی آنها، ولی که آنها برای فرزندان خودشون به این راهی که خود دینی خود دارن پیروی میکنن با اون میبرن. چرا در تاجیکستان من کردن؟ یا اولین در کشوری هست که چون یک قانون بدبختانه را بالای ما و شما انجام داده است. برادر وقتی که تغییرات حکومت حتما این چیزا برداشته میشود، همه این قانون برداشته میشود. مگر اون چیزی که اعتقاد دینی ما و شما داریم چرا با اون ارج نمیگذارن؟ چرا یک اتئیست میآید باید که 99% مردم مسلمان اتئیست باشه؟ اتئیست است، رحمانوف اتئیست است، بگذارم او اتئیستی به خدایی خود بگیرد بیرود. به دین مردم تاجیکستان احترام بگذارد. مگر مال مردم دزدید، در جان مردم ظلم کرد، مردم به قتل رساند، مردم تجاوز کرد، مردم پشت پنجره کرد، صدها راه و ظلم دیگر بالای مردم انجام داد و اینم یک ظلم دیگر بالای این بود. به همین خاطر همه چیز برداشته می شود. هیچ یگان در جامعه‌ای که ما میخواهیم بسازیم یک فضای آزاد باشد. در این جامعه هم یک نفری که میخواهد آزاد بگردد اونم آزاد باشد، یک نفری میخواد تمام شرایط‌های دینی برای خود مهیا کند و در دین خواجای دولتی هم رفت نگویم که تو با سطر داری و با این سطرت نمیتونی در این اداره ما کار کنی. این باید نباشد. باید خواهر سطر دارد، بی سطر دارد، یا اینکه این برادر ریش دارد ندارد، در اون وابسته به دانش ملکش باید به کار گرفته شود. نه در دانشگاه نه در هیچ جا باید که مانع بر اعتقاد دینی مردم نباشد. اعتقاد دینی مردم آزاد است، حقوق فطری انسان است. امروز ما می‌بینیم ده‌ها و صدها بچه‌هایی که جوان بودن، حتی بسیار بچه‌ها را بردن محکم کردن، گفتن که تو سلفی و احمدی و محمودی. در آخر هم فهمیدن که بچه حتی سلفی، در آخر فهمیدن که بچه نه سلفی است نه هیچی. آخر هم بردن به خاطری که اون 4 تا ابله کارمند امنیت به خاطر حبس 2 ماهه 3 ماهه که بالای این بچه انجام دادن، به خاطر این جبر نگرفت سودیا 5 سال 6 سال اینا را چیکار. با این خاطر برادرای عزیز از شما خواهش میکنم اول که در رفت صحبت قد نکنید صحبت. با این خاطر همه مشکلاتی که دینی که ما امروز در داخل تاجیکستان داریم اینها همه به خاطر دقت جامعه جهانی را به تاجیکستان جلب کردن و همچون مردم تاجیکستان در نزد سازمان ملل متحد و دیگر سازمان ها همچون یک مردم تندگرا برآوردن. این برای اون است که برای همان در آخر سال یا در 6 ماه بوده در نزد سازمان ملل متحد چیکار کنند؟ باید که در تاجیکستان من اینقدر نفر تروریست و اکستریمیست فلان بیمدان دستگیر کردم. واقعا تروریست اساسی که از خود رحمانوف است. مگر شما دیر خاطر تروریست هم برای من مثال بیارید که اون چقدر آدم کشته باشد؟ مگر از رحمانوف تروریست در جهان پیدا می شود که زیاده از 150؟
مگر در دل جهان تروریست پیدا می شود که 157,000 ملت خچه کشته باشد. شما دیدین؟ این رسما هست. این غیر رسمی شاید از 300,000 زیاد باشد. غیر رسمی زیاده از 300,000 باشد. مگر تروریست کی است؟ واقعیت امروز پوستی دموکرات در روش کشیدن و داخلشان تروریست هستند، داخلشان اکستریمیست هستند، داخلشان افراطگرا هستند. افراطگرا خانه رحمانوف است، افراطگرا فرزندان رحمانوف است، افراطگرا خودی وزیرای رحمانوف هستند. مردمی بیچاره که امروز در روسیه به خاطر آواز و حق خود سر بالا کردن، بالا اینا فشار خانواده اینا زیر تعقیب و تشویش قرار دادن. به همین خاطر ما باید سر بالا نکنیم. اگر امروز اگر من یک سنگ وزمین را میبردارم، این به سلامتی من ضرر دارد. به خاطر توانایی من به این نمیرسد. اگر ما 10 نفر باشیم این سنگ را برداره، به هیچ یکی ما و شما ضرر نمیرسد. این مثال عادی است. وقتی همه ما و شما سرجم میشویم، هر یکی ما و شما عمرانی میشیم، هر یکی ما و شما دادجان میشیم، هر یکی ما و شما پیشروانی راه حق میشویم، هیچ کس دیگر قوت پیدا نمیکنه در مقابل ما و شما زور بزنند. مگر امروز میلیون ها دلار مصرف میکنن. وقتی که همه ما و شما دیگر سر بالا کردیم، دیگر میلیون ها نمیرسد. دیگر میلیون ها به آخر میرسد. توانمندی مردم نسبت یک اولاد، یک ایده کوچک زیادتر است. هر یک حرف شما، هر یک صدای شما این قوت است. این روحیه مردم میبردارد. این حرف مردم، دل مردم میبردارد. هر یکی شما میتوانید در این منبر بشینید، در مقابل این بدبخت حرف بزنید. مرحمت برادر عزیز. دیگر سوال باشه انشالله شما یک سوال بتین یک جواب بگردونید، خیلی خوب میشه. السلام علیکم برادر. همین مابین روسیه و همین تاجیکستان چه خیلی دگوار باشه که همین برادرای ما رو همین 10 سال 15 سال شد ما مشاهده میکنیم میکشن، یگان تاشه در تلویزیون یا نشون نمیتیه، یک برادر یک تلفن میدزه یا یگان کار خیانت میکنه، 10 کانال در نشون میتیم با پفتور در یک ماه 2 بار 3 بار نشون میتیم. همین مابین همین روسیه و تاجیکستان چی باشه؟ ما را فروخته باشه با همین روسیه یا نه؟ همین غلامگری. السلام علیکم برادر اهل اسلام، اکای شراف‌الدین. اول عذر میخوام که یک سوال دارم بخش شما، سختتون نرسد. اکا جان، همین شما از فرخار میگن که شما از فرخار هستید. اگر از فرخار باشید، یک مردک به نام باباخان مجخد آدمکش از همون جهان هست. همین از بسیار همین انسان اگر بدانن یک جواب میدادین اکا جان. التماس. باباخان مجخد آدمکش. باباخان نیست اپا جان، مجخد های. اپای عزیزی خوار عزیزی، راستی من در برای شخصی شما نام گرفتین مجخد شنیدگی هستم و راستی این آدم رو نمیشناسم و در کجا زندگی کردنش هم نمیدونم. و پیشتر برادر ما گفتن که در روسیه چی شرطنامه وجود دارد که حق و حقوق مردم تاجیکستان به طور عمومی آشکار دیده و دانسته پایمال می شود و حکومت تاجیکستان یا اینکه سلام علیکم. همین سوال دارم که همین برای همین زمینایی که انشالله برادر ما سوال شما رو جواب میتیم. بگذاریم که سوال اول جواب میتیم. و برادر عزیزی ما پیشتر سوال دادن مسئله شرطنامه روسیه و تاجیکستان و وضع بی‌حقوقی مردم تاجیکستان در فدراسیون روسیه. برادر عزیز، ما پیشتر 10 بار در این مسئله گپ زده بودم که وقتی که یک حقوقی شهروند تاجیکستان در فدراسیون روسیه پایمال می شود، وظیفه سفارت تاجیکستان در چی است؟
چرا ما میلیون ها سلام علیکم برادران. تو که هم تپک زنده یک نوع توی رسول خواهش میکنم قد نکنه برادر. برادر عزیز، در مسئله وقتی که یک نفر شهروند تاجیکستان حقوقش پایمال می شود، ما در فدراسیون روسیه سفارت داریم. یعنی که وای خانه تاجیکستان است، وای خانه ما هر یکی ما و شما باید باشد، وای در اونجا باید پشتیبانی هر یکی من و شما باید اشتگی باشد. به خاطر اون سفیر از کیسه من تو پول میگیره. اون ماشینی که لکسوس و مرسدس بنز داره، اون ماشینش از کیسه من و شما است. اون سوژواره که در ماشینش میریزه، اون از کیسه من و شما است. وقتی که این از کیسه من و شما است، وقتی معاش زندگی خانه که این از ما است، این باید در خدمت ما و شما 24 ساعت باشد. وقتی که من مشکل پیدا میکنم باید زنگ میزنم، یک کارمند این سفارت باید دویده بیاد، باید مشکلی تو چی است، چرا تو این در این حالت افتادی، بالای تو چی ظلم شد. برعکس خودی سفارت تاجیکستان اگر دل خواه مشکلی شهروند بالای این سفارت بیاید، اگر که پاره این سفارت را ندید، حق خدمت این داماد کبیر چبیر این رحمانوف ندید، همه خودش زنگ میزنند به پلیس و به دیگر زیر اشکنجه قرار میگیرد شهروند تاجیکستان. یعنی که این سیستم است، یک سیستمی به حقوق گردانی مردم تاجیکستان است. وقتی که در داخل تاجیکستان مردم حق و حقوق خودش صاحب شدن نمیتواند و به حق حقوق خودش رسیدن نمیتواند، در خارج کشور میرود همین بالاش صورت میگیرد و این با خانه خود هرچه مقایسه میکند، میگه در خانه من همین گپ بوده است، در خانه این هیچ قضیه زندگی نگوید همین بوده است، میگه زندگی همین یک زندگی به حقوقی بوده است، یک زندگی بوده است که زور بالای کمجان حکمرانی میکند. واقعا اگر که ما یک دولت بسازیم، یک حکومت مردمی بسازیم که این صدای مردم باشد، صدای مردمی باشد، خواهش های مردمی در این حکومت زیر نظرشان قرار بگیرد، حق و حقوق مردم پیش مردم گذاشته شود، در این حالت ما در این حالت ها روبرو نمیگردیم. وقتی که یک شهروند تاجیکستان در خارج کشور زیر روس محلگرای روس قرار میگیرد، زیر فشار میلیته روس قرار میگیرد، باید ما چی کار کنیم؟ در نزد سفارتخانه تاجیکستان گام برداریم. وقتی که شهروندها را ما تربیه میکنیم، آموده میسازیم، در نزد هزار شهروند تاجیکستان در نیویورک زندگی میکنند یا در دل خود سفارت، در دل خود دولت، همه اینا جمع میشوند نزد سفارت روسیه میروند، نه اینکه در خود تاجیکستان این پیش بالای سفارت روسیه آورده شود. در تمام کشورها برای یگانه کردن ملت در کار است. وقتی که همه صدا یک بالا میکند، همون فردا همون ملیسه روس همون تاجیک بیند، از همون تاجیک فرار میکند، از همون تاجیک میگریزد میرود، میگوید حاضی اگر من این تاجیک را یک کاری غیر قانونی بالاش انجام بدم، فردا نه امریکا میماند، نه اروپا میماند، نه هیچ جا، همین شهروندان تاجیکستان در هر گوشه و کناری که هستند بالای چی؟ بالای سفارت من هجوم میارند. وقتی که یک حکومت خودش هیچ برنامه‌ای ندارد و خودش نمیتواند، وقتی که یک حکومت خودش هیچ کاری کردن نمیتواند، خودش هیچ موقعیت سیاسی گرفتن نمیتواند و مردمی خودش اجازت نمیدهد که یک موقعیت سیاسی بگیرند، خودش به خاطر لگن بردار است، به خاطر حکومت رحمانوف چون این یک حکومت در مثل روسیه در کار است، چون این یک میلیساهایی که ظالمند بالای مردم در کار است. برای حکومت رحمانوف خیلی خوب است که حق و حقوق شما در آنجا پایمال شود، به خاطر مرغ شیردلی شما باید کشته شود، باید شما سر بالا نکنید، شما باید یک حیات خود را زیر پرچم غلامی قرار بدهید. اگر که سفارت از حق و حقوق شما حمایت میکرد، آبرو عزت مردم تاجیکستان در آسمان بود. وقتی که مردم از سفارت از مردم حمایت نکرد و برعکس برای سرکوب کردن این مردمش پول میداد بالای ملیسه روس، بالای که تجاوز انجام بودن، اونجا است که حکومت از بین میرود. دیاسپورهایی که در خارج کشورها همش رحمانوف چی کار میکنند؟
100,000 و 200,000 دلار رمان میکنند که چیکار کنند؟ در مابین مردم تبلیغات ها برند، در مابین مردم پریشان کنند، مردم تیت و تار کنند. به خاطر چی است؟ به خاطر در خارج کشور تاجیکا یک جمع نشوند، با هم نیایند، اتفاق نباشد. این پراکندکند شوی از حکومت رحمان سر چشمه میگیرد. این امروز ما با هم دیگر باور نمیکنیم، از هم دیگر فرار میکنیم، در دلخواه جایها به هم دیگر ظلم میکنیم. این از حکومت رحمانوف برمی آید. به همه این کار حکومت این پدر سوخته چی است؟ گناهکار است. این حکومت بیناموس، حکومت بیشرف، حکومت دوست، حکومت غارتگر، چپاولگر گناهکار است. به همین خاطر اگر وضع حقوقی برای مردم تاجیکستان مهیا شود و مردم ما اتفاق بسازیم، مردم یک جا بسازیم، گویم که برادر وقتی که بالا یک برادر ظلم می شود، در این حالت صورت چیکار که در برابر این راست باش. اگر که تو راست ایستادی، سفارت در بر تو میاد راست میسته. سفارت از حق تو حمایت میکند. سفارت حق و حقوق تو در آخرین حالت تا آخرین حالت در بر تو راست میسته. میگیم حکومت قدی شما است، حکومت زنده است. شما گامتون بردارید، شما حقتون طلب کنید. وقتی که میدانیم که حکومت پدر لعنت است، این سفارت پدر سوخته است، در سفارت یک دامادی دوستی به ناموس و شیشته است که میریم در اونجا حق و حقوقی ما پایمال میشود. دیگر حرفی برای ملیسه گفتن نداریم. ما دیگر ملیسه اگر 10,000 گویند ما از جیب برآورده میتیم، 100,000 هم گویند برآورده میتیم که بالای ما یک تهمت انجام نده. وقتی که یک برادری ما در روسیه کشته به قتل رسانده میشود، پیش از جنازه باید ما نزد سفارت روسیه رای گردن طلب کنیم که برادر این کشته شد در زمین تو، قاتل این کجاست؟ چرا این برادری ما قتل شد؟ آیا این ملیسه تو کجا را نگه کرد؟ چرا شهروندان ما در خاک شما زیاده از 3,000 در یک سال به قتل رسانده میشوند؟ وقتی که این ما میبرداریم، وقتی در مقابل این حکومتی ظالم این پیشنهاد میکنیم، بعد اینا چیکار میکنن؟ از تاجیک فرار میکنن. از تاجیک ببینن، از تاجیک فرار میکنن که شمال اینا در ما نرسد. مردمی تاجیک بیچاره بی‌صاحب ما، به پشت پناه ما، نه مرداش قدر داشت دیگه نه زندهش، همه از بین رفت، آبرو و عزتش از بین رفت. به همین خاطر برادران عزیز، امروز سرجمی ما، امروز حرفی ما، سخنی ما باید به قلب ها باشد، واقعیت باشد، به دل ها باشد. اگر که ما هم دیگر گوش میکنیم، به قلب ها گوش کنیم، به گوش ها نه. از این گوش نه اندازیم حرف و از اون گوش کشیده بگیر پرتاییم شه. نه، امروز هر یکی ما و شما باید به قلب ها ما مبارزه بریم، با دل ها ما، با امروز فضایی که در نظمان هست، اون چیزی که ما و شما میبینیم، اون چیزی که ما و شما دیده ایستادیم که ظلم است، ستم است، باید در مقابل این مبارزه بریم برادر. به همین خاطر اینجا است که مردمی تاجیکستان حق و حقوقش پایمال میشد و انشالله حکومتی که مردمی که ما و شما آرزوی ساختن اینا داریم و بعد ساختنش و همه این مشکلات ها از بین خواهد رفت و از خدا امید داریم که همه مردمی تاجیکستان هم سرجم میشوند، هم با اتفاق میشوند، هم زندگی شایسته و آبرومند صاحب میشوند. مرحمت برادر. عذری کلون اکم میبخشین بچه‌ها. همین ما میگم سوال میتین در سوالای خودتون جواب میتین. خب یه سوال بدم، سوال ما در اون جواب میشه یا نمیشه؟ ولی تیمور همین زمینی که خیتو گرفتگیه همیرا 20 ساله دا گرفتگیه یا که اینجا توکلش بر خدا شدگیه همیرا میشه گرفته یا که نمیشه اویان؟ برادرها اگر شما زمینی در نظر داشته باشین، زمینی که در مرغاب در اختیار خیتایی دادن، اونو زمینای کانی اورانن، اونو زمینای بگیم که زمینای عادی نیستن که بگیم که از یک زمین عادی را دادن یک وای دادن، نه، اونجا زمینای اوران است. همه ما و شما میدونیم که در سال 2020 خیلی دولت خیتای رو به کمبودات اشیاء خام میزنه، یعنی که استحصالات داخلیش و صادراتش به نهایت زیاد است و اشیاء خامی در داخل کشورش بودش از سال 2020 رو به چی میارد؟ مشکلات میارد. به همین خاطر اینا کوشش کرده ایستادن که به هر راه و واسطه که باشد زمینایی که ذخیره‌های طبیعی دارد از دیگر کشورها زیر تصرف خودشان قرار بدن. و اگر شما که امروز شما اگر وای داشته باشین، بسیار بچه‌هایی که طرفی خیتوی رفتگی باشن، طرفی سرحد کلمقتی
در اونجا یک 3-4 تا قشلاق است. قشلاق اهالیشون تاجیک نشینند و در اون قشلاق وقتی که شوروی وارد خاک تاجیکستان می شود، اون قشلاق ها دیگر در حدود چین میمانند، در حدود چین میمانند و چین اون قشلاق ها را صاحب می شود و زمین تاجیکستان از دوره شوروی در دست چینایا بود و یک قسمت دیگه شان در دوره مستقلیت به دست آوردن ماند. این بدبخت خدازاده چیکار کرد؟ اینا به سودا گذاشت و این الکه سودا شده است و اینا در صورتی که اگر رحمانوف و این رحمانوف ما زنده و دستگیر کنیم و در اون حالت میتوانیم که زمین فروخته شده است و در حالت فروخته شدن زمین اینا به دادگاهی بین المللی بکشیم، این مسئله را بررسی کنیم و این طرف دیگر طرفی دادگاهی میماند. در مسئله زمینایی که در 50 سال اینا اجاره دادن، زیاده از 250-260 هزار در طرف ختلان اینا زمین به اجاره دادن، زمینای آبی و ویاره. همه ما شما میدونیم که یک زمینی که برای 50 سال قرارداد میکنن در یک کشور میتن، این بسیار عاقبت های بد داره و شاید که ما امروز 10 ساله مشکل داشته باشیم و بعد 10 ساله همین مشکلات ما و شما از بین رفته شود و ما احتیاج به همین زمین پیدا کنیم و در داخل کشور حقوق استفاده بردن زمین خود دیگر پیدا کردن هم میتوانیم. و اگر در صورتی که ما پارلمان نو و حکومت نوی که انشالله ما و شما نیت داریم به سر قدرت بیاریم، اگر اون که آمد ما و شما طلب کردیم و مردم طلب کرد که اون شرطنامه ها باید بکار کرده شوند و زمین تاجیکستان نه زیاده از 5 سال اگر اجاره داده می شود، نه زیاده از 5 سال اجاره داده شود، اگر که اینها زواد و فابریک و کارخانه می سازند باید که اون وای داشته باشد، اون حالت خچه محکم کردن، حالت خچه پر کردن داشته باشد. در هم حالت مهلتش تمام شد باید که چیکار کند؟ این خارجی از تاجیکستان خارج شود، در اونجا صاحب این وای باید خیلی مردمی تاجیکستان شود. به همین خاطر اینا چند حالت ها را دیدن در کار قانونگذاری را کدام حالت ها برای مردمی تاجیکستان منفعت آور است و برای سرمایه‌گذار منفعت آور است. این باید که آشکار بین مردم، وقتی که ما و شما میگن که یک زمین در فلان آدم داده می شود، باید اینا چیکار کنیم؟ اینا باید در مطبوعات چاپ کنیم، در تلویزیون و رادیو و فکری مردم گرفته شود، نظر مردم سنجیده شود، دیزاگی مردم گرفته شود. بعد بگذار 5 ساله میتین 10 ساله میتین در این باره چیکار کنن؟ پارلمان اینا بررسی کنن، پارلمان بررسی کنن، اینا برای 5 سال 10 سال یا اونا اجازت بودن. وقتی که یک عائله امر میکنن زیر امضای یک عائله یک گکتارها زمین تاجیکستان در کشورهای خارجی داده می شود، آخرا در مردم بیچاره به تنگه زرد زیر دست اینها کار میکنند دوستاشان به خاطر پیدا کردن یک دهنا. دیگر اونجا است که منفعت مردم زیر پای مردم ملت خلق ملت های دیگر میافتند. ما در وطن خود زیر وای غلطیدیم، زیر تصرف دولت چین دیگر خلق ملت ها غلطیدیم که اونا هم ما را استفاده میکنند، هم دارایی ما را از کشور میبرند، هم بالای ما چقدر جبر و ستم ها را هم انجام میدن. خیلی که همه شما معلوم است زیاده از 50% کانونهای تاجیکستان حتی زیر کارکردی شرکت های چینایی هستند که اینا البته وقتی که یک شرکت چینایی وارد تاجیکستان می شود با این اولاد شرطنامه دارند، با این خانواده وقتی که اینا کارکرد میکنن اگر 100 کیلو فرض مثال 100 کیلو طلا از زمین کارکرد میکنن میبرارن، در دولت اینا 10 کیلو نشان میدن در دولت و 90% این از تاجیکستان قاچاق برآمده میرود. با از این 10% که اینا نشان میدن شاید 1% در تاجیکستان نماند یا 2% در تاجیکستان ماند. اینا هم فروخته میشه، اینا هم به هر راه دزدی و غارتگری کرده میشه، از بین برده میشه. به همین خاطر در مردم هیچ چیز نمیمونه، فقط یک اولاد در بالای مردم سوار شده و آرزوهای خودش عملی میسازه. ان شاء الله امید داریم که اون زمین و هر چیزی که از دست ما رفته است اونها بر بگردونیم.
برادرای عزیز انشالله آخران سوالتون بتیم. ما در آخران سوال شما جواب میگردانم و انشالله اگر خداوند ما و شما را تا فردا را نگاه بداره با ساعت 8:30 با وقتی مسکو در تماس میشویم و سوالای این بعد را. سلام علیکم دوستی عزیز، برادرایی که ای سال 98 برآمدگیان 13600-700 نفر هستند. اپوزیسیایی که جنگاورایی که ای طرف گروه 24 اون برادرها داخل تاجیکستان در آمدن نمیتونن به خاطری که دیلی سیاسی دارن در امنیت تاجیکستان. سوال چونین از دوستی عزیز، وای برادرها بر آمدن نتونستن، موافق مدیریت را 10 minut پیش همین سوال دادن که خودی رحمان در ارگان چند نفر کار میکند و جنگاورای رحمان خودی جنگاوراش شما دارین همون اینفرماسیایی را که چند قدر جنگاور داره که با جنگ پیش میداره. ما در همین در کره حوزه دوستی عزیز. سلام علیکم برادر جان. بخش بالا بخواد خدم یک سوال که ما دارم اکای شرف یک سوال ما دارم که همین روز میتینگ یا همین روز گرفتن این وطن نزدیک مدگی هست یا نه باید که ندیده که چند باشیم میتینگ که امسال میکنن یک همون روز انیقش نگفتی سنده روز انیقش که نزدیک مدگی هست. تشکر زیاد برادر عزیز و برادری که وای کردن. انشالله برادر یک اول سوال دادن. انشالله قوت و توانایی که امروز اپوزیسیون تاجیکستان و جمع آمدن او توانایی اداره کردن حکومت دارند و به دست گرفتن حکومت هم دارند و تمام شرایط ها را دارند. از تفصیلات زیادتر این ویا خودداری میکنیم و در سوال برادر عزیز که گفتن که روز آیا میتینگ قریب است یا دیر است کدام روز است، انشاءالله برادر عزیز از خدا امید داریم که نزدیک است. برادر جان از خدا امید داریم که روزهای نزدیک انشاءالله وقتهای نزدیک این انجام می شود و شما از همه برادرها خواهش میکنم و همه برادرایی که الان مرا میشنوند همه ما و شما مبارزه میبریم. اگر به هر راهی باشد یا نفری که میتواند در این راه پنهانی مبارزه برد، نفری میتواند آشکار مبارزه برد، نفری که در اروپا است میتواند با ما مستقیم برآید. انشالله که ما در خارج در کشورهای اروپایی میتینگ تشکیل کردنیم روزهای نزدیک و برادرایی که در خارج کشور هستین در اروپا هستین میتونیم مستقل ببرین. انشالله مدیریت رو قطعی صحبت کنیم، مدیریت رو ادرس های شما را ما بتن یا ادرس های ما را در شما بتن، شما در ما ببرین مستقیم و در اروپا باشین. مرحمت قطعی ما همکاری کنین. ما در اینجا مسئله میتینگ را چخیری که در روسیه تشکیل کردیم در کشور اروپا هم تشکیل میکنیم و در اینجا هم مبارزه خودمون را پیش میبریم میتینگ را. برادرایی که پنهانی میخواین مبارزه برین، از همه شما همچون یک برادر و همچون یک شخصی که هم زبانیم، از یک وطنیم، از یک میگیم که خانه ایم، از یک دیاریم، از شما خواهش میکنیم که به خاطر به عدالت رسیدن با همدیگر تن به تن مبارزه بریم. شما اگر بتونید در شبکه‌های ادناکلاسنیک، فیسبوک، دیگر جاها همین ویدیوهایی که در یوتیوب هستند یا که در دیگر شبکه‌های اجتماعی اینترنتی هستند از شما خواهش میکنم همین را زیادتر بگیرین، مردم را پخش کنین تا اینکه مردم از اینها با خبر شوند و چقدر این هر یک حرکت شما باعث بیداری ملت میگرده، باعث بیداری مردم میگرده. بیداری مردم باعث تغییراتی که حکومت میشود، بیداری مردم باعث حق و حقوقش دانستن میشه. برادران از همه شما خواهشمندم و به همه شما زندگی خوب و آرزومندم. خداوند همه شما را در حفظ امانش در هر جایی که باشه نگهبان باشه. برادرایی که در کشورهای اروپایی هستین مرحمت در با طریق مدیریت را در تماس باشین. خداوند در حفظ امانش نگهدار باشه شما را. سلام علیکم و رحمت الله. ان شاء الله فردا ساعت 8:30 در تماس میشین. خدا حافظ برادران. سلام